جشنواره یا فستیوال فوتبال AFC کنفدراسیای فوتبال آسیا که از 26 تا 30 می در اکادمی استقلال دوشنبه در الماسی ناحیه حصار برگزار شد با پیروزی منتخب نورسان ایران به پایان رسید. جشنواره با شرکت 6 دسته منتخب نورسان تا 14 ساله کشورهای آسیای جنوبی و مرکزی افغانستان، قرقیزستان، نپال، تاجیکستان، هندوستان و ایران برپا گردید. در جدول غیر رسمی مسابقات تیم نورسان ایران که در همه 5 بازی بر رقیبانش غالب آمد با 15 امتیاز در مقام اول جای گرفت. با همه تیم‌ها جدی بازی کردیم و با تمام قوا رفتیم داخل زمین تا بتونیم شکستشون بدیم. اینطور نبود که تیم‌ها آسون باشن. همه تیم‌ها سطح بالایی داشتن و ما خدا رو شکر تونستیم تیم‌ها رو شکست بدیم. منتخب نورسان تاجیکستان با 12 امتیاز مقام دوم را صاحب شد. فوتبال بازان نورسی تاجیک در 4 بازی غلبه کرده تنها در 1 دیدار از تیم ایران شکست خوردند. نورسان تاجیکستان با فکر من تیاری ناست. میشه گفته با بازی 4 بازی ناز نشون دادن، در هر یک بازی مهارت خود را نشون دادن، کوشش کردند که یک فوتبال کامبیناسیونی نشون دهند. منتخب هندوستان با 6 امتیاز جای سوم را به دست آورد. در جایهای من بعد دسته‌های منتخب نورسان افغانستان و نپال با 6 امتیازی قرار گرفتند. بر من بسیار دلچسب بود به خاطر که زحماتی کشیده بودم. من یک نتیجه خوب گرفتم و دانستم که در درجه سوم بیایم. خوی فستیوال است و دانستم که یک درجه خوب بگیرم و در آینده کوشش میکنم که یک تیم خوبتر بیارم. Very welcome. در مراسم پوشیده شوی جشنواره هماهنگساز کل فستیوال AFC دکتر شمیل کامل محمد جاجانی از سطح بلند برگزاری جشنواره AFC در الماسی اظهار خوشحالی کرده با فدراسیای فوتبال تاجیکستان، هیئت تدارکات مسابقات، اینچنین رهبریت اکادمی فوتبال استقلال اظهار سپاس نمود. بار دیگر باوری دارم که در حقیقت فوتبال ورزش این سفیر دنیا است. معاون رئیس فدراسیای فوتبال تاجیکستان دلشاد جورایف همه شرکت کنندگان را با انجام موفقانه جشنواره مبارکباد نموده به مهمانان تحفه‌های خاطره‌ای تقدیم کرد. شرکت کنندگان جشنواره، داوران و همه بازیگران و مربیان با مدال‌های خاطره‌ای مکافاتانیده شدند. جایزه فیر پلی به منتخب نورسان هندوستان تقدیم گردید.